الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران اهل توحید. الله سبحانه و تعالی همگی شما را حفظ کند و الله سبحانه و تعالی همگی ما و شما را در راه توحید ثابت قدم نگه دارد و الله سبحانه و تعالی این درس ها را البته که دوامی بگرداند. موضوع هفتم یا اینکه حلقه هفتم یا اینکه مسئله هفتم از کتاب رد قاطع به معروف راسخ و هم مسلکانش با تألیف علامه خراسان شیخ ابو محمد مدنی به موضوع هفتم ما رسیدیم که این وجه هفتم از بیان نمودنی باطل بودنی مسلمان لغوی و مجازی هست. یعنی مسلمان لغوی و مجازی نامگذاری کردن کفار خود تأویل و تحریف و تغییر نصوص وحی است و آن ترک نمودن آیت محکمات و چنگ زدن به آیت‌های متشابهات قرآن است و این ضلالت تنها از اهل زیغ به وجود می آید. البته که اهل زیغ همیشه همی خیل هستند که چگونه که الله سبحانه و تعالی می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات هن الكتاب و اخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الله سبحانه و تعالی چگونه که در این آیات می فرماید در سوره آل عمران اوست کسی که بر تو کتاب نازل کرد والذی انزل علیک الکتاب که بعضی از آن آیات ها محکم هستند و بعضی آنها یعنی آنها اساس کتابند و بعضی دیگر متشابهات هستند. پس اما آنان که در دل در قلبهای خود کجی دارند زیغ دارند برای فتنه جویی در بین موحدین و مسلمان ها برای فتنه کردن چگونه که امروز تا به امروز این اهل زیغ به ما جواب دادن نتوانستند که آیا مسلمان لغوی رو یک نفر از سلف نام گرفتن کفاری که طاغوت پرست بودند، مشرکین که بت پرست بودند، یهود و نصارایی که غیر مقصد از اسلام خارج هستند، غیر مسلمان هستند. آیا آنها را مسلمان لغوی نام گذاشتند؟ البته نه. اینها به انمین مسلمان لغوی گفتن کفار و مشرکین و طاغوت پرست ها و یهود و نصارا مسلمان لغوی و مجازی و حتی صراحتا مسلمان گفتند بدون یگان قید، بدون یگان قرینه، مطلق مسلمان گفتند. این بود کفر و ضلالت اونها و این بود فتنه اینهایی که در بین موحدین فتنه رو ایجاد کردند و خود پروای دین هم ندارند، همیشه از پی نفس خود و دفاع نفس خود هستند و دفاع وطنیت و دفاع قوم پرستی خود هستند.
و همچنین چیکار میکنن؟ فتنه جویی و طلبی تعویلش از اون چی از اون کی متشابه است. یعنی تعویل میکنن به مثل کی؟ به مثل انمین ماتوریدی و اشاعره. ماتوریدی و اشاعره تعویل کردن آیات ها رو، تعویل کردن بسیاری از کلمه هایی که در قرآن بود، بالاخره کافر و مرتد و مشرک شدن، از دین خارج شدن. دوام آیت میخونیم که اینها فتنه جویی و طلبی چی میکنن؟ تعویلش از اون که متشابه است پیروی میکنند و تعویل اون رو جز الله سبحانه و تعالی کسی نمیداند. یعنی پیروی از اون متشابهات میکنند که کسانی که قلباشون الله سبحانه و تعالی گفته ایستاده است که قلبای اونها کج است و اونها خود فتنه میخواهند. اینها شرم نکرده وقتی که مسئله رو واضح و آشکار بیان شده است و مسئله آشکار و واضح است که شب و روز شیخ و دیگر این طالب علمانی که در اینجا هستند بیان کرده ایستادند که این گونه مسلمان مجازی و لغوی در یگان جا از سلف نیست. آشکار و واضح دلیل ها رو آورده، آیات های محکمات قطعی بیان کردند. اما اینهایی که در دلشون کجی بود و فتنه میخواستند چیکار کردند؟ آمدند و آیات ها رو گرفته تعویل کردند. سبب این است که اینها فتنه میجویند، سبب این است که اینها قلبشون کج است، سبب این است که اینها از منهج بوی هم ندارند. ما در حلقه پنجم گفتیم و باز هم میگوییم در حلقه گذشته، در حلقه ششم بخشش، ما از اینها طلب میکنیم که به همون مسلمان لغوی و مجازی گفتنشون مرحمت از سلف دلیل ها رو به ما یک به یک ذکر کنند و یک رساله نویسند. ما انتظار هستیم. اناکنون در تمام حلقه ها میگوییم که اینها باید به همون گفته خود که اگر صادق باشند یک رساله نویسند یا یک کتاب نویسند، از سلف بیارن مسلمان لغوی که کدام سلف طاغوت پرست و کفار و مشرک و یهود را مسلمان لغوی گفت یا مسلمان مجازی گفت یا مطلق مسلمان گفت؟ کدام سلف در کجا گفت که برای مصلحه دعوت خوب است که تو یک طاغوت پرست رو مسلمان بگویی؟ اگر نوشته نتوانستند پس اینها باید توبه بکنند. زیرا یا ضلالت خود آشکارتر میکنی یا اینکه توبه میکنی. دیگر راه نیست، سوم راه نیست. فماذا بعد الحق الا الضلاله. پس بعد از حق بجز ضلالت چی است؟ البته بعد از حق سه تا نمیشه، دو تا هست. بعد از حق فقط ضلالت هست. خب بالاخره کسانی که راسخین هستند که این تعویلش رو بجز الله سبحانه و تعالی دیگر کسی نمیدوند، بجز راسخون، بجز کسانی که الله سبحانه و تعالی به اونها علم داده است و اونها منهج میفهمند، قرآن و سنت با فهم صحابه فهمیدن، با آن ایمان آورد، میگویند که ما به اون ایمان آورده ایم. همه اون از محکم و متشابه از نزد پروردگار ماست و جز کسانی با عقل، کسانی خردمند دیگر کسی پند نمیگیرد و کسی پند نمیپذیرد. به همین خاطر در تفسیر سعدی اومده است که میگویند که از آنها آیت های محکمات است
آیت های محکم یعنی دلالتش واضح است. الله سبحانه و تعالی اشکار و واضح گفت که لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم ان الذين كفروا من اهل الكتاب. الله سبحانه و تعالی اهل کتاب رو، یهود نصارا رو اشکار و واضح تکفیر کرد و در دومش گفت ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدین فیها اولئک هم شر البریه. اینها بدترین مردم هستند. کسی که به الله سبحانه و تعالی شرک می‌ورزد، اشکار و واضح الله سبحانه و تعالی اونها رو مشرک گفت. افتاد پرست ها رو مشرک گفت. مسلمان لغوی نگفت، مسلمان نگفت. یعنی آیات های محکم دلالتش چی است؟ واضح، اشکار است. یک انسان عادی ترین موحد هم او رو میفهمد. البته کسانی که قلبهاشون کج است، در قلبهاشون زیغ دارند، کجی دارند، اینها نمیفهمند. خب دوام سخن شیخ سعدی رو میخونیم که میگویند که در او هیچ شبهه و اشکال وجود ندارد. از نظر معنا روشن، بدون تردید، یعنی بدون شبهه و ابهام در آن. هم هن الکتاب، هن الکتاب یعنی آیات های محکم مادر قرآن، اصل قرآن می باشد. اصل قرآن. آیت متشابه اگر فهمیده نشد، با آیات های محکم برگردانیده می شود که هر آیت متشابه با آن محکم باز می گردد، یعنی به سوی محکم. و اکثر و بیشتری آیات های قرآن محکم می باشد و از جمله آیت آخر متشابهات آیات های متشابهات می باشد، یعنی معنای آنها مبهم است در بسیاری از چی؟ در بسیاری از اذهان، یعنی که ذهن ها، چون معنای آنها مجمل عام است یا برداشت هایی که مراد و مقصود نیست، در ذهن با وجود می آید. پس حاصل و نتیجه این است که بعضی از آنها آیت است که برای همگان روشن و واضح است و بیشتر آیت ها از همین قسم است که با آنها رجوع کرده می شود و از بین آیت های قرآن آیت های است که برای بعضی افراد فهمش مشکل است. البته برای همه، برای بعضی فهمش مشکل است. آنچه در این امر باید انجام شود این است که متشابهات را به محکم و خفی و پنهان را به ظاهر برگردانیم. یعنی انسان وقتی که متشابهات را نفهمید، به کجا؟ به آیات های محکم برمیگرداند. به این ترتیب آیات های قرآن همدیگر را تأیید میکند و هیچ تناقض و ضدیت در بین آیات های قرآن وجود ندارد. ولی انسان های بدو دسته تقسیم شدند. فاما الذین فی قلوبهم زیغ، ولی کسانی که در دلهایشان کجی داشتند، کجی و انحراف داشتند. این کجی و انحراف است، یعنی و کجی روی از استقامت، زیرا قصد آنها فاسد شد. یعنی در دل آنها که کجی هست، آیت رو نمیفهمند. الله سبحانه و تعالی چگونه که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین.
الله سبحانه و تعالی به کسی که خیر خواهد او را در دین خود فقه، فهم، علم و درک کردن این کلام خودش را به او نصیب میکند. به همین خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم در حق ابن عباس دعا کردند که گفتند که الله، یعنی عبدالله ابن عباس را، یعنی در دینت فقه بگردان و به این تعویل کردن قرآن را یعنی نصیب بکن. یعنی تعویل به معنای تفسیر. بخشش زیاد، یک دقیقه برادر. الحمدلله. یعنی که تعویل، تفسیر قرآن را به این نصیب بگردون. به همین خاطر نظر کنیم که بسیاری تفسیرها از کی است؟ از ابن عباس، عبدالله ابن عباس رضی الله عنه. به همین خاطر عبدالله ابن عباس رضی الله عنه را که رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا کردند نسبت به دیگر صحابگان زیادتر در تفسیر زیادتر یعنی تفسیر کرده هستند. به همین خاطر الله سبحانه و تعالی به کسانی که در قلب زیغ ندارند، به کسانی که در قلبشون خالصیت هست، به کسانی که در قلبشون مقصد و مراد اونها دین الله را به منهج رسول الله صلی الله علیه و سلم رسانیدن، موافق منهج دین را رسانیدن است، البته که الله سبحانه و تعالی برای اونها فهم، علم نافع. اللهم چه خیلی که ما دعا میکنیم که اللهم اینی اسألک علما نافعا و اعوذ بک علما لا ینفع. الله به ما علم نافع و پناه به ما علم نافع نصیب بکن. از الله ما همیشه دعا میکنیم، میپرسیم و از اون علمی که علم ضررناک است از او پناه طلب میکنیم. یعنی به کسانی که در قلبشون کجی هست الله سبحانه و تعالی به اونها البته که حق دریافته نمیتوانند. این گونه این طایفه انسان ها، زیرا قصد اونها چی است؟ فاسد است. مثلا قصد اونها فاسد چی؟ میخواهند آیت ها رو به نفس خود بگردانند، میخواهند آیت ها رو به خاطر قومیت خود رو، یعنی من حالت موزینه را گفته استادم، میخواهند قومیت خود رو همیشه پیش ببرند، میخواهند که نفسی پلیدی متکبری خود را یعنی از دیگرها بالا بدانند، قوم خود را. خیلی که راسخ میگوید که یک اعوذ بالله یک بچگه که اکنون برادری ما ابو اسماعه حفظه الله را گفته ایستاد است که یک بچگه که خوردک با یک دعوتگری و یک عالم بزرگ میگد، یعنی رد زد میگد. الله المستعان. حق به کلان و معده، حق به سول یعنی چین کرده نمی شود. میزان حق این کلان و خورد نیست. میزان حق قرآن و سنت فهم سلف است. اگر میزان حق به کلان و خورد میشد، میزان حق به زن و مرد و به یاش و به کوچک و به پیر میشد، پس عمر ابن الخطاب رضی الله عنه زمانی که خطاگی عمر ابن الخطاب بیان شد، عمر ابن الخطاب میگفت که تو ایستا، الله سبحانه و تعالی در اینجا گفته است که الرجال قوامون علی النساء. تو چی گفته ایستاده ای؟ الله در اینجا میگوید که مردها رو بر بالای زنها قوی گردون. تو خب کن میگفت. لیکن عمر ابن الخطاب رضی الله عنه که اونها پیروی قرآن و پیروی رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند. قرآن در بالای اونها نازل شده بود، اونها میفهمیدند. اما این معروف جاهل چرا فهمد؟ نه منهج میفهمد، نه یعنی خاکساری کردن به
اهل توحید را، زیرا که خود جهمی است، قوم پرست است، کذابی دروغگو است. به همین خاطر قصدش نمی خیلی فاسد است و تمامی مسلمان های تاجیک رو میگوید که شما میگوید پدرهای شما اعوذ بالله انمون گرباچوف و کمونیست ها بود میگد. اعوذ بالله. این قوم پرستیش نشان میدهد، این یهود صفتیش نشان میدهد. قلبش که فساد است، قلبش فساد است. چگونه که یهودی ها گفتند که این از قوم عرب این گوسپندچران ها برآمده پیغمبر شدند مگر؟ عیناً سخن یهود رو معروف راسخ در اینجا گفت. برای چی؟ برای که قلب او فساد است، قلبش فساد است. بارک الله فیک. بیاید دوام سخن شیخ سعدی رو میخونیم. و زیرا که یعنی قصد آنها چی بود؟ قصد آنها فاسد و دلهایشان از راه هدایت و رشد یعنی منحرف شد. فاتبعون ما تشابه منه، یعنی محکم و واضح رو رها ترک میکنند و به متشابهات و مجمل میروند و امر رو برعکس میکنند و محکم رو حمل میکنند به متشابه. ابتغاء الفتنه، اونها چیکار میکنند؟ اونها برای طلب فتنه میخواهند چیکار کنند؟ فتنه کنند. برای کسانی که به سوی قول خودشون دعوت میکنند، زیرا در پیروی از متشابه فتنه به وجود می آید به سبب اشتباهی که در آن واقع است، وگرنه محکم و صریح و روشن محل فتنه نیست. زیرا حقیقت برای کسانی که قصد پیروی از آن را دارند واضح، آشکار، ظاهر و روشن است. هنگامی که به حال این جهمی های زمانه نظر می نمویم، عین همین وصف که الله سبحانه و تعالی نموده رو در آنها می بینیم، در آنها می یابید. همین وصف رو در آنها می یابید. خیلی که ما حاضر کمی وسیع‌تر بیان کردیم. همه آیات هایی که از آنها استدلال گرفته‌اند آیه های مجمل است و در برابر این همه آیت محکم را که در بیان مسمای مسلمان، نامگذار مسلمان و کافر ذکر شده و فرق بین این دو یعنی مسما یعنی نامگذاری را بیان کرده است، ترک نمودند. زیرا در قلب‌هایشان چی است؟ کجی، زیغ هست. در قلب‌های اونها چی است؟ زیغ، که الله ظاهر و آشکارشون کرد. الله اکبر. نظر کنیم که الله سبحانه و تعالی میفرماید که در آیتی که میگوید که الله سبحانه و تعالی شما رو خلق کرد و بعضی از شما مؤمن است و بعضی دیگرش کافر. الله سبحانه و تعالی آشکار و واضح انسان ها رو به دو قسم تقسیم کرد. آشکار واضح گفت بعضی انسان ها هستند کافر و بعضیشون مؤمن. و همچنین درباره مسلمان بسیار آیات های هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که قل ان صلاتي و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلك امرت و انا اول المسلمین. بگو که نماز من و قربانی من، حیات مرگ من به چی است؟ برای لله رب العالمین، پروردگار عالمیان است که شریک ندارد. و بذلك امرت، و من به همین چیز امر کرده شدم.
و انا اول المسلمین، و من از اولین مسلمانان هستم. یعنی اولین اشکار من از اولین مسلمانان هستم میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم. اینها گرفتن به یهود و نصارا، آیت اشکار و واضح و محکم است. به یهود و نصارا این نام مسلمان را گذاشتن، مسلمانی لغوی و مسلمانی مجازی، و بالاخره مسلمان هم گویی هیچ کار نمیکنه گفت در آخر سخنش معرفی راسخ. بیاید به کتاب بازگردیم. منهج اهل زیغ و فتنه همیشه چنین بوده است که چند به آیت متشابه زننده و سپس این آیت را بر رأی خود به منهج کلامی های جهمی در اساس هوا و هوس خود تفسیر نمایند. بنابراین این تحریف و تأویلی که میکنند، این تحریف و تأویلی که میکنند مذموم است. همانند جهمی های عصر ما که منهج سلف و صالح را ترک نمودند و بر رأی و فهم خود بر اساس هوا و هوس خود فیصله می نماید. یعنی هر یک مسئله رو به هوا و هوس خود فیصله می نماید. اخزاهم الله، الله سبحانه و تعالی اینها رو خوار و ذلیل کند که اینها به دین الله سبحانه و تعالی بازی کردند و دین الله رو به خاطر نفس خود تغییر دادند. جهمی های عصر همه اهل شبهات هستند. مثل معروف راسخ و امثال آن و یا همه عازری های عصر ما که کفار و مشرکین را مسلمان میدانند، در حالی که یقین ندارند، زیرا علم را با منهج از علمای راستین این امت، از علمای ربانی و علمای حقیقی این امت نآموختند و به اسلام کاملا داخل نشدند و هیچ حجتی واضح که بر اساس فهم سلف و صالح باشد ندارند. حجت این گمراهان فقط تأویل فاسد در فهم آیات متشابهات است که این عین تحریف است. به همین خاطر اینها به سبب هوا و هوس، به سبب تعویل کردن گمراه شدند و اکثر عازری ها را، اکثر اهل بدعت، شما اهل توحید یک مرتبه نظر کنید، همیشه در شبهه هستند. یکی از جهمیچه های زمانه که به نام فهم خنزیر، فهم عقیده است، این میگوید که من علما را اگر به تو بیارم که عذر داده باشند تکفیر میکنی، میگوید. یعنی این حالو در شبهه است خودش، اما میگه من عذر نمیدهم. یعنی اینها را شکاک و شبهناک بودن اینها را نظر کنید. و معروف راسخ هم میگوید که انا این علمای خیلی گفت است، میگه پس این علما رو تکفیر کن. میگوید تو محمد امین شنقیطی یعنی خیلی گفت است، میگه تکفیرش کن. ابن جریر الطبری خیلی گفت است، تکفیرش کن. میگوید در اساس چی میگوید؟ در اساس رأی و شبهه خودش. زمانی که نه سخن ابن جریر الطبری رحمه الله رو فهمید، نه سخن محمد امین شنقیطی رحمه الله رو، فقط رأی خودش، جهل خودش، عقل انمون عقل ضعیف خودش این چیزها رو نفهمید، به خاطر که منهج نیست. بیاید به سخن ابن القیم رحمه الله
بینگریم که ابن قیم چی میگویند. ریشه فساد دنیا و دین تعویلات است که الله و رسولش در کلام خود اراده نکرده و دلیل بر اراده آن وجود ندارد. یعنی ریشه فساد دنیا و دین این چی است؟ تعویل است. این ماتوریدی و اشاعره به خاطر چی اینقدر گمراه شدند؟ به خاطر چی اینقدر به ضلالت رفتند؟ به سبب تعویل کردن. مگر امتها در مورد انبیای خود بجز بر سر تعویلات اختلاف نداشتند و مگر فتنه بزرگ یا کوچک در امت بجز بر اثر تعویلات رخ داده است؟ یعنی سوال است. پس از همین دروازه فساد به دین و دنیا راه یافته است. یعنی از همین دروازه فساد، یعنی همین است دروازه فساد که انسان تعویل میکند، آهسته فساد را در دین ایجاد میکند. و مگر خون مسلمانان در فتنه ها بجز بر اثر تعویلات نادرست ریخته شده است؟ یعنی بجز تعویلات نادرست خون مسلمان ها ریخته شده است. و این امر فقط خاص به دین اسلام نیست، بلکه تمام ادیان انبیا تا زمانی که تعویلات نادرست بر آنها وارد نشد بر صراط المستقیم و سلامت بودند، در راه حق بودند، در راه مستقیم و در راه سلامت. اما با وارد تعویلات فساد بر آنها وارد شد که جز رب بندگان کسی آن را نمیداند. مثلا امروز خود شما آگاه هستید یهود و نصارا مگر در دین خود تعویل نکردند؟ تحریف نکردند؟ مگر تعویلشون به تحریف برد؟ این عاقبت اونها را به ضلالت و به گمراهی و به کفر و شرک از دینشون خارج کرد. سبب و باز می فرمایند که وقد تواترت، یعنی بیاید برای وقت زیاد وای نکردن میگویند که مجده و بشارت به صحت نبوت محمد صلی الله علیه و سلم. وقد تواتر البشارة بصحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة. یعنی در با متواتر یعنی در کتاب گذشته نیست تکرار شده است، ولی بر آن تسلط یافتند با تعویل های باطل و تباه کردن و فساد کردند، چنان که الله سبحانه و تعالی در مورد آنها فرموده است با تحریف و تبدیل و کتمان تباه کرده اند. یعنی اگر نظر کنیم الله سبحانه و تعالی می فرماید که یحرفون الکلمه عن مواضعه، یعنی تحریف کردن کلمه را از موضع خودش، از جای خودش، یعنی تماما چیکار کردن؟ دیگرگون کردن و تغییر معنای به تعویلاتی که مراد و قصد
متکلم نیست. تبدیل یعنی یعنی عوض کردن لفظ به لفظ دیگر، تبدیل کردن. و کتمان چی هست؟ پنهان کردن و رد، جحود کردن و انکار کردن است. این سه درمان که به واسطه آن ادیان و مذاهب تغییر داده شده اند، همچنین زنادقه همه امت ها به وسیله تعویل به فساد، به فاسد کردن ادیان رسولان، میکروفون های خود نظر کنید. یعنی امت ها به وسیله تعویل به چی؟ به فساد کردن ادیان رسولان دست زدند و از آن وارد شدند و بر اساس آن بنا کردند و بر نقطه آن نوشتند. یعنی بر نقطه انمون تعویل خود، انمون تحریف خود، تبدیل خود. یعنی چیکار کردن؟ دین را تماما عوض کردن، دیگرگون کردن. بارک الله فیک. و همچنین شیخ الاسلام ابن القیم جوزی رحمه الله میفرمایند که اسلام هرگز به محنت و مشقت، آزمایش، یعنی که اسلام هرگز به محنت و مشقت و آزمایش نشده است، جز این که آزمایش و امتحان آن یا از سوی تعویل کنندگان است یا کفار بر آنان مسلط شده اند به سبب تعویل و معنای ظاهری وحی را زیر پا گذاشتند. آیا امت ها بر سر پیامبران خود اختلاف دارند مگر از طریق تعویل؟ آیا در امت فتنه بزرگ یا کوچک رخ داده است مگر به تعویل؟ یعنی ابن القیم جوزی رحمه الله میگویند که به مشقت و محنت، به امتحان ها، یعنی که اسلام البته که ضدیت کنند به اسلام، به تمام مشقت و محنت از بین برده نمی شود و اسلام رو کاهش داده و ضعیف کرده نمی شود مگرم از جانب و مسلمان ها گمراه نمی شوند مگرم از جانب تعویلات. به همین خاطر امروز ما درباره کسانی که امروز اسلام رو در لباس اسلام داخل شده، اسلام رو تحریف و تغییر و تبدیل و تعویل کرده، یعنی اصلی وحی رو تغییر میدهند، قرآن رو تغییر میدهند، اینها رو زمانی که بیان کنیم بسیاری از جهلا نمیفهمند و میگویند که شما یک مراتبه هم به یهود و نصارا رد نزده اید، اقلا در یک هفته یک مراتبه رد نمیزنید. و یهود و نصارا آشکار و واضحند کی بودن اونها و یک انسان عادی ترین هم یهود و نصارا رو کفار و مشرکین بودن اونها رو میدونند. اما این کسانی که در لباس اسلام به داخل این امت داخل شدند، اینها را بسیاری از مسلمان ها نمیشناسند. همچون یک ملا، داملا، شیخ و همچون یک علامه، پروفسور میشناسند. نمیگویند که اینها یک جهمی، یک جاهل احمق کفار و مشرکین بیش نیستند.
زمانی که انسان منهج رو می آموزد می فهمد که ضرری کی بر دین زیادتر است، ضرری کی بر اسلام، بر امت مسلمان ها زیادتر است. ضرری کسانی که به لباس اسلام داخل شدند منافقانه، چگونه که الله سبحانه و تعالی می فرماید که ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. منافقین در قعرترین جهنم هستند، برای اونها یگان نصرت دهنده نیست. به چی خاطر؟ به خاطر که اونها به لباس اسلام داخل می شوند، الله و مسلمان ها رو فریب میکنند. اما یهود و نصارا آشکار هستند، اونها کی را فریب کرده میتونند؟ آنها بجز هم منافقین کی را فریب میکنند؟ اهل توحید که فریب کرده نمیتونند. و کسانی که انمی سخنها رو آمده به ما میگویند جز یک جاهل، یک احمق و یک علمزده بیش نیستند که حالا توحید رو هم نفهمیدند، کفر به طاغوت رو هم نفهمیدند، الولا و البرا رو هم نفهمیدند و دشمن حقیقی مسلمان ها رو هم نفهمیدند که این منافقین خوبسایی که آمده به لباس اسلام در درون مسلمان ها داخل شده عقیده های مسلمان ها رو تغییر میدهند، دیگرگون میکنند، بالاخره به کفر و شرک میبرند. الله سبحانه و تعالی از شر این خوبسا امت رو خودش نگه بدارد. با دیگر قول میگذاریم از ابن عربی حنفی است. میفرمایند که این تعویل فاسد است که دنیا و دین را تباه کرده است. یعنی تعویل دین و دنیای انسان رو تباه میکند. یهودیان و نصرانیان نیز همین کار را با نصوص تواتر، با نصوص تورات و انجیل انجام دادند. الله سبحانه و تعالی ما را از پیروی از آنها برحذر داشته است. اما باطل یعنی کسانی که از اهل باطل هستند جز گام نهادن در مسیر آنها چاره ندیدند. چی جنایتی بزرگی که تعویل فاسد بر دین و اهل آن وارد کرده است. یعنی این کسانی که هستند که از پس انمین یهود و نصارا دین را تعویل کردند، تبدیل کردند، تغییر کردند، تورات و انجیل را گرفتند، تماما دیگرگون کردند. به همین خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم چی گفتند؟ شما تورات و به کتاب‌های آسمانی گذشته ایمان بیاورید، ما ایمان می آوریم، اما مقصد اونها رو نه یعنی نه انکار میکنیم و نه قبول میکنیم، زیرا در داخل اونها انمین گونه تعویل و تحریف و تبدیل وجود دارد. تغییر دادگی هستند کتاب‌های آسمانی رو، اصلیش رو. آیا جز به تعویل فاسد عثمان رضی الله عنه کشته نشد مگر؟ البته عثمان رضی الله عنه به همین تعویلات فاسد کشته شد. و همچنین آنچه در روز جمل و صفین و قتل حسین و حرا رخ داد، آیا خوارج جز با تعویل فاسد خارج نشدند؟ و معتزله همچنین.
یعنی انمین تعویلای باطل قطعی چیکار کردن؟ اینها تعویل باطل کرده عثمان رضی الله عنه رو کشتن، حسین رضی الله عنه رو کشتن و همچنین رافضه ها مگر این کار نکردن؟ بسیاری از آیت ها رو، بسیاری از حتی قرآن رو بالکل انکار کردن. میگویند که نعوذ بالله این قرآن حقیقی قرآن فاطمه هست میگه، فاطمه زهرا هست میگه. و چی این کار کردن؟ اینها به تعویل و همچنین امت به 73 فرقه تقسیم نشدند مگر با تعویل فاسد. البته با تعویل فاسد. تعویل فاسد از سبب جهل مرکب به دین و به منهج سلف و صالح و از سبب پیروی از هوا و هوس و دنیا پرستی و دفاع نفس و کبر و غرور از قبول حق به وجود می آید، چنان که معروف راسخ و ابوالغریب و غیر از جهمی های زنادقه امروز منهج نو را که مخالف قرآن و سنت است و منهج سلف و صالح است با وجود آوردند که آنها کفار و مشرکین را به طور مطلق مسلمان غیر حقیقی نامیدند و یک اصطلاح نو و تازه را به وجود آوردند که به نام مسلمان مجازی و یا مسلمان لغوی، در حالی که این سخن آنها کاملا باطل و کفر است و سبب پیدایش این تعویل جدید، عذری جدید می باشند. جهت آشکار شدن حق در این مسئله اگر به سخنان این جهلا دقت به خرج دهید، خواهید فهمید که برای بیان یعنی فکرهای باطل خودشان برای هر سخن خود یک تعویل فاسد را انجام میدهند که سرکرده و بزرگ این فرقه باطل خود معروف جاهل جهمی مؤول قرار دارد. الله المستعان. یعنی تعویل کننده و پیدا کننده منهج باطل کی بود؟ این معروف راسخ است. اولا دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی توبه کردن رو به این معروف راسخ نصیب کند، الله هدایتش کند و توبه رو نصیبش کند و از این تا اینکه از این قولهای باطل خود بازگردد و اگر باز هم در این از این عقیده باطل خود نگردد و اصرار کرد، دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی خوار و ذلیلترش کند، از این حالتش بدترش کند و شرمنده ترش کند به همون هم مسلکانی که در اطرافش هستند. امین یا رب. و همین بود یعنی رد هفتم و حلقه هفتمی که در مسئله یعنی باطل بودنی نامگذاری کردن مسلمان لغوی و مجازی کفار و مشرکین را به تعویل باطل و تعویل شما فهمیدید که چقدر در دینهای گذشته هم چقدر به امت گذشته یعنی کفریات و شرکیات را داخل کرده هستند
ва ҳамин таъвил сабаб аст ки муваҳҳидинро ба сӯи залолату гумроҳӣ мебарад. аллоҳ субҳанаҳу ва таъала моро аз ин таъвилоти ботил ва аз ин фитнаву зайғу каҷравӣ аллоҳ моро нигаҳ дорад ва дар ин манҳаҷи салафу солеҳ, манҳаҷи Қуръону суннат бо фаҳми салафи уммат, аллоҳ субҳанаҳу ва таъала моро собитқадам нигаҳ дорад. субҳанака аллоҳумма ва биҳамдик, ашҳаду ан ла илаҳа илла анта астағфирука ва атубу илайк.